به هیچ وجه یک تو زندگیتون بی خود و بی جهت اود روشن نکنید. اسفند به هیچ عنوان روشن نکنید. کسانی که بچه دارن، زنای باردار دارن، خواهش میکنم، تمنا میکنم قبرستون نرین، اطفال قبرستون نبرید. خانمای باردار اکیداً ممنوع ورودشون به قبرستون، اکیداً ممنوع. خواهشاً از ساعت 6 7 غروب به بعد تو خونه به هیچ عنوان کفر نکنید، ناسزا نگید. ارزم به حضورتون یه موارد تو همچین مسیر ادامه ندید. انرژی و مدار منفی تو زندگی خودتون وارد نکنین. دنبال دعا و طلسم و اینجور چیزا نباشین. کسی که دعا نویسی میکنه، طلسم نویسی میکنه، خاک عالم تو سرش. اگه انقدر سواد داشت، علم داشت، استادکار بشین تو بهترین حالت طلسم فعال کنه، واسه زحمت بکشه، فعال کنه. بعد 3 ماه طبق دستورات ماورالطبیعه اول به خودش برمیگرده. نداریم طلسم کار کن، طلسم مشکل گشا، طلسم نمیدونم چی و چی. اینا همش در اصل دکان اصلی ارزم به حضور مولایان و آخوندهای عزیزمون بوده. از